مطمئنم که همتون تریسی دختر مایکل رو میشناسید و میدونید که این دختره تو جی تی ای وی رازهای کثیف و تاریکی داره که هیچ کس در موردش نمیدونه و همه فکر میکنن که یه دختر ساده و کیوت هستش، ولی نه، این کاملا اشتباهه. ویدیو رو حتما تا آخرش ببین، چون من امروز تصمیم گرفتم تریسی رو تعقیب کنم و پرده از رازهای کثیفش بردارم. بریم تو کارش. خب بچه‌ها، امروز قراره که این تریسی عوضی رو تعقیب کنیم و ببینیم که این رازش چیه که همه در موردش دارن حرف میزنن. از همون تازه در اومده. سلام دختر کوچولو. این تزریق مزریق کرده، این اینقدر حجم گرفته، این اینقدر حجم نداشت. صبر کن ببینم. بچه‌ها قراره اینو تعقیب کنیم و پرده از راز کثیفش برداریم. اوکی، لباسارم پوشید. آره سید، این تزریق کرده. اوکی، حالا وقتشه که این دختره پدرسگو یه جوری مچشو بگیریم که پشمای خودش هم بریزه. واسه همین یواش یواش رو تعقیب میکنم که امیدوارم منو نبینه. فقط بچا اینجور که بوش میاد، این تریسی یه رازایی داره تو جی تی ای وی که اگه ببینیم پشمای هممون میریزه. واسه همین بچا امروز اومدم تعقیب کنم ببینم که این حرفات درسته یا نه. اوکی. رفت زب درخت. وات د هک، اینی که چه رانندگی که تو داری بدستک. وای داره میره تو کلاب حاجی، با اون بادیگارده جلوی کلاب هم احوال پرسی کرد، یعنی خیلی میاد اینجا. پس اوکی، داستان چیه؟ ای من دستک برو کنار ببینم. هلو بچه‌ها، اگه دارید تا اینجا ویدیو رو نگاه میکنید و حال میکنید، حتما تا ویدیو رو لایک کنید که لایک کردن شما خیلی به من کمک کنه. و اینکه بچه‌ها اگه از بازی جی تی ای وی خوشتون میاد، من هر روز ویدیو متفاوت باحال با داستانه متفاوت از بازی جی تی ای وی تو چنلم میذارم که مطمئنم اگه این ویدیو ببینید کلی باهاش حال میکنید. پس حتما یادتونه که چنل سابسکرایب کنید و زنگوله بعدش هم حتما بزنید روی آل بذارید تا هیچ یک از این ویدیو رو از نزنید. دمتون گرم. بریم سراغ ادامه ویدیو. تریسی کجا؟ او مای گاد، فرانکلین و تریسی؟ یا خدا پولا رو ببین، چه پولایی براش آورده فرانکلین. دهنتون رو سرویس. تریسی و فرانکلین، پشمام. تریسی و فرانکلین با هم دیگن، یعنی با هم راز مخفی دارن اینجا که راز تاریک و کثیفیه. من هیچ وقت فکرم نمی کردم که تریسی با فرانکلین ببینم یه روزی، ولی داره اتفاق میفته. اینجا اتاق پرایوت حاجی، اتاق وی آی پی. البته پرایوت که نه، وی آی پی. دارم پول میدارم منم حاجی. رفتم بیرون دارم سرم داد میزنن که برو بیرون، اینجا وی آی پی. پدر سگانو میکشم، همتون رو میکشم. بریم پایین به تریسی و فرانکلین برسیم بچه‌ها. دارم میرن من نبینم. اوکی، اینا کجا دارن میرن این وقت شب؟ نکنه میخواد فرانکلین ببره خونش تریسی و نه، همچین اتفاقی نباید بیفته. اگه بیفته اوضاع خیلی بد میشه. برو بریم تعقیب کنیم. این تریسی نمیدونه که من دارم تعقیبش میکنم بچه‌ها، همینش خوبه. فکر میکنه که الان رفتم شرکت، ولی کور خوندی پدسک. حالا داری پشت سر مایکی از این کارا میکنی دیگه. با فرانکلین میزی رو هم اینجا سری قایم بشن یا من نبینن. اگه ببینن همه چی رو انکار میکنم بچه. این تریسی خیلی به خودش رسیده. فرانکلین هم که داره فکر کنم داره فرانکلین تیغ میزنه، چون بچه این اوایل از فرانکلین اصلا خوشش نمیومد، بهش تیکه مینداخت یا به میگفت که با اون نگرد، بده. پدرسگ حالا اومده با خودش ریخته رو هم. فرانکلین آماده بود بچه. فرانکلین میگه که ازش خوشت میاد. از چی خوشت میاد پدرسگ؟ منظورت چیه؟ وای فرانکلین مثل خر خوشحاله. صبر کن ببینم. داره صدا میکنه. چه مای گاد، این چه جستی پدر سگای ازگر. بسوزی ببینم. میخوای بری روی کار؟ آشکار کثافت. مگه من میذارم مچتون رو همینجا میگیرم پدر سگای نفر. آشکار کثیف. درسته که ماشینت هم منفجر میکنم و دیگه نتونی جایی بری. چه راز کثیفی داشتین تریسی آشغال. توف به شرف تریسی، توف بهت فرانکلین.